آقا چیکار میکنی؟ بابا. پیمان تویی؟ اینجا چی کار میکنی؟ چقدر خوشحال شدم دیدمت. منم خیلی خوشحال شدم. کلی حرف دارم بهت بزنم. راستش 2 سال پیش وقتی رابطمون کلا به هم خورد، بعد تو با 2-3 نفری آشنا شدم که آخریش دیگه علی بود. چند ماه پیش هم دیگه رو پیدا کردیم و قراره به زودی نامزد کنیم. ببین عکسامونو. اینجا فکر کنم قرار 2-3مون بود. اینجا هم رفته بودیم شمال. اینجا هم رفته بودیم بیرون شام بخوریم. تو چی کار کردی بعد من؟ با کسی وارد رابطه شدی؟ منم آره با 1-2 نفری وارد رابطه شدم. خب چی شد؟ هیچی. بخش من برم یاد بگیرم. پیمان گوشتو آخر یه شب این گریه ها سوی چشم